فکر میکنن رضا گلزار پولدار آهنگ میخونه. بد نیست اینو بگیم. رضا گلزار که پولدار نبوده که عزیز من. ما با گرفتاری من اومدم از سن 18 سالگی بیرون. یعنی من زیر صفر بودم. وضعیت مالی پدرم به هم ریخته، منفی شدیم. نه که به هم ریخته معمولی، منفی شدیم. من آدم 60 از 100 نیستم. نمیگم همه رو 100 از 100 انجام میدم. تلاش 100 رو میکنم. شما یک نفر دیگری به من مثال بزن، بگو رضا یکی دیگه هم هست اسکی با بچهای تیم ملی اسکی میکنه، والیبال در حد ملی بازی میکنه، بسکتبالیسته، ساز چند تا سازو در حد نرمال میزنه، نمیگم فوق حرفه‌ای، گیتار بلده، پرکاشن بلده، درامز میزنه، کیبورد میزنه، بعد مهندس مکانیک زبان انگلیسی مسلط حرف میزنه. اینا رو من اگر نمیام راجبش حرف بزنم عادی شده. آقا من رفتم تلاش کردم. من آدم شیشه صوبیم. کارهای منو بخوای بنویسی زمان میبره. 2 تا برگه آچاره. 24 سال من رو بیلبوردم. 24 ساله از خیلی چیزا زدم که رو بیلبوردم. 47 سالمه. یه نفر 22 ساله بیاد با من ورزش. اون تایمایی که من کار کردم خیلی هاشو خواب بودید داداش من.